چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو زودی رو پیشنهاد شما میکنیم. درود. امروز 9 ینور است و امروز میبینیم که در تاجیکستان و جهان چی میگذرد. سرخط موضوعهای برنامه. اکنون تنها توسط سامانه رسمی پلیس دوشنبه ازدحام خواهشمندان کوچیدن به روسیه را پراکنده کرد. خدمات مهاجرت درهایش را بست. بحران طول کشیده و یا کای اعتمادی ساکنان تاجیکستان به بانک‌های تجارتی کشور برقرار می شود و آنها پول‌های خود را بازپس می گیرند. و جستجوی شاعری گمنام، نوشته های طنزآمیز یک حجب‌نویسی نامعلوم زندگی مردم دهه را در ولایت ختلان به هم زده است. کی نوشته سمیرا؟ من گفتم که امیرا بیا و من خدمت باشم باید اون مبلغ مکافاتش میدم. و قبل از آن که به تفصیلات این موضوع ها بگذاریم شروع میکنیم از آن که نیمه دوم روز 9 ینور اکثر شرکت های موبیلی و مخابراتی تاجیکستان علاقه نوی انجین را برقرار کردند. در شرکت تلکوم تکنولوژی، یک شرکت مخابراتی که همچنان علاقه انجین را فراهم میکند، گفتند برای به کار درآمدن تماس تلفنی مشتریان باید برنامه را از نو ثبت کنند. روز گذشته شرکت بیلاین هم از دوباره فعال شدن نرم افزاری سلام خبر داده بود. نرم افزارهای موبیگاپی واویلون و چیگاپی تیسل نیز همچنان فعال هستند. شروع از شب گذشته صدها خواهشمندان کوچیدن به روسیه پشت در خدمات مهاجرتی این کشور در دوشنبه تجمع کردند. بنابر افزودن تعداد جمع آمدگان و آغاز بینظمی، مسئولین خدمات کارمندان پلیس را دعوت نمودند. همکاران ما میگویند حالا پلیس اطراف نمایندگی را نظارت کرده است. تجمع داوطلبان کوچیدن به روسیه جلوگیری میکنند. هم مسئول هزاران شهروندان تاجیکستان تلاش می‌ورزند تا از طریق برنامه پریسیلینیا یا کوچبندی با اهل خانواده‌شان به روسیه روند. کارشناسان در نوبت خود از پیامدهای بدی این روند هشدار می‌دهند. پلیس تجمع صدها نفر که علاقمند کوچیدن به روسیه بودند در نزد نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه در دوشنبه پراکنده کرد. پلیس پایتخت به این نهاد گفت که با سبب سر زدن بینظامی در نوبت پایی پشت در آن قبول خواهشمندان را منع کند. همکنون خواهشمندان مهاجرت به روسیه می توانند تنها توسط سامانه‌های رسمی این نمایندگی در تاجیکستان خود را برای شامل شدن به فهرست علاقمندان کوچیدن به روسیه ثبت نام کنند. مسئولان این نمایندگی با ما صحبت روبرو نکردند. خودتان بهتر می‌دانید که هر کس می‌خواهد یکم باشد و در نتیجه آن چنین نوبت پایی زیاد را به میان آورد. وقتی چنین بینظامی به میان آمد، کارمندان حفظ حقوق را دعوت کردیم و قرار شد ثبت نام مردم به طور حضوری قطع کرده شود. بعد از مدت با کم شدن کارمندان پلیس در نزد در نمایندگی، دوباره ده‌ها خواهشمند جمع آمدند. امید اوریپا که تجربه 14 ساله حقوق شناسی دارد، یکی از صدها نفر است که امیدوار است اجازتنامه اقامت در روسیه را به دست می‌آورد. اوریپا می‌خواهد با همسر و 4 فرزندش به روسیه کوچ بندد. این پروگرام خوبیش همین که در فدراسیون روسیه مثلا کار یافته می‌شه، جای خوب یافته می‌شه. همون چی احتیاجی که شما دارید، اما از طرف از روی معلوماتی که پیشکیه از طرف دولت روسیه همین وای پیشنهاد کرده میشه. از شب گذشته که موسم نوی ثبت نام به برنامه دولتی پریسیلینیا یا کوچبندی شروع شد، حدود 2000 خواهشمند مهاجرت به روسیه در نزد این نمایندگی برای نوبت ایستادند که بالاخره به بینظامی رسید. حالا درهای این نمایندگی برای خواهشمندان بسته است. نیروهای پلیس اطراف این نمایندگی را نظارت کرده از تجمع خواهشمندان مهاجرت به روسیه جلوگیری میکنند. علمای بودن که همه خدر اومدن برومدن. значит اینجا به یگان وای. سوریا رجبووا آموزگار زبان روسی در یکی از دانشگاه هاست که میخواهد به روسیه کوچ بندد. میگوید همه خانواده‌اش در روسیه کار و زندگی دارند و در وطن خودش تنها مانده است. من همچون اختصاص خودم رفتنی. نه فرزندم اونجا یک فرزندم اونجا میخونه روسیه با. برنامه دولتی روسیه پریسیلینیا یا کوچبندی در ابتدا برای بازگرداندن اهالی روس‌زبان از کشورهای شوروی سابق بود و حالا اساساً برای تأمین منطقه‌های تشنه متخصص و نیروی کاری در روسیه ادامه دارد.
شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. در بانک تجارتی اسخط جای بازکنی کادری ادامه دارد. مسئولان بانک میگویند تغییرات با خواست شورای ناظران این نهاد مالی صورت میگیرد. بانک اسخط در سراسر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بیش از 300 نمایندگی و مرکزهای خدمت رسانی دارد و از بانک‌های کم شمار است که از 2 سال بحرانی به آسیب و با فایده بیرون آمد. با گفته مسئولان بانک تأسیس شعبه اداره خفا در سال‌های 2000 این بانک را از بحران امین داشت. به فرق از دو بانک بزرگ تجارتی دیگر تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک تا هنوز با مشکلات پرداخت پذیری روبرو می باشند. ساکنان تاجیکستان از گذاشتن پسنداز در بانک‌های تجارتی خودداری می‌کنند و مبلغ‌هایشان را در خانه نگاه می‌دارند. با باور آنها هر قدر حجم پسنداز زیاد باشد، گرفتن مفاد و برگردانیدن مبلغ از بانک‌ها مشکل‌تر می‌شود. دو بانک بزرگ تجارتی، اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک، برای مشتریان در یک روز توان دادن حدود $50 را دارند. اما برای این پرداخت‌ها هم بانک‌ها ناچارند دارایی‌هایشان را بفروشند و شماره کارمندانشان را اختصار کنند. مثال اگروبانک ما داشتیم پیشتر مثال کارت اگروبانک توزیع را ما نمیتونیم مثال مبلغ خود را ما کارت استفاده کنیم. اما دیگه مثال آینده دانگاش مثال فعالیت بدارد مثال باوری خدمات و قدر زیاد میشود. آنها دائم پول نقد نداشتند و من به دیگر بانک گذاشتم. اگر وضع اگرو اینوست بانک بهتر شود من از خدمت رسانیش استفاده خواهم کرد. Именно понести деньги в банк, наверное, нет. با توجه به وضع فعلی بانک ها من برای گذاشتن پولهایم در بانک توکل نمی Такое کنم. положение. Я бы, например, не вложила бы свои финансы. نه باور نیست دیگه آخی. برای بخوام مهلت گفتگیشان با چیز نمیستن آخی. طبق پژوهش‌ها 2 سال پیش تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک با حدود $500 میلیون امکان داشتند قرض‌هایشان را به مشتریان برگردانند. اما این مبلغ‌ها کفایت نکرد، زیرا اعتماد ساکنان به بانک‌ها کم شد. حالا برای بهتر کردن وضعی پرداخت‌پذیری بانک‌ها باز به $200 میلیون دیگر نیاز وجود دارد. به علاوه باید اعتماد مشتریان برقرار شود. اگر هنگامه نمی بود این مشکل به وجود نمی آمد. وقتی دورنماد تهیه می شد انتظار می رفت که $500 میلیون برای برگردانیدن مفاد امانت ها صرف می شود. ولی مردم می خواهند کاملا امانت های خود را باز پس بگیرند. از این خاطر مشکلات تا امروز ادامه دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان برای رها کردن این دو بانک بزرگ از بحران دستور داد که استراتژی عمومی و نقشه مخصوص تهیه شود. طور معلوم برای بانک‌های نو سرمایه آیین‌ناموی از 80 میلیون سامانی به 50 میلیون سامانی پایین آورده شد. همچنین حکومت حق دارد به فعالیت بانک‌های خصوصی دخالت کند. بانک ملی تاجیکستان استراتژی پولی و قرضی را تا سال 2020 تهیه کرد که در آن اقدام‌های حکومت و بانک ملی برای سالمگردانی بانک‌ها درج شده است. یکی از بندهای مهم آن دخالت سریع به فعالیت بانک‌ها است تا از تاثیر عامل‌های منفی به این بخش جلوگیری شود. همچنین یک هدف برای ماندن نظام استوار بانکی است. تحلیلگران میگویند بحران بانک‌ها تا چند سال دیگر ادامه خواهد کرد و امسال نیز بهبودی را در این بخش نباید منتظر شد. برنامه خبری رادیو زادی را ادامه میدیم. در یک دهه ولایت ختلان ساکنان حجم‌نگاری گمنامی را جستجو دارند و حتی برای پیدا کردن او جایزه اعلان نمودند. مردم ده میگویند چند استانس‌های انشایی برای آنها نامعلوم زندگیشان را به اصطلاح شور کرده است. هرچند اقرار میشوند که نوشته‌های حجم‌نگار از حقیقت دور نیست. گزارش محمود جان رحمت‌زاده را در تقدیم مومن احمدی تماشا میکنیم. 5 ماه باز نشر قطعه‌های نظمی یک حجم‌نگار قریب 60 ساکنی دهه خواجه غلطان را ناراحت کرده است و آنها می‌خواهند مؤلف را پیدا نمایند. این شاعر قطعه‌های خود را در گروه‌های معمولی شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کند که به قول ساکنان زندگی آنها را نوگی زبان کرده است. فقط همه خواجه غلطان هم درونی هم در تو می‌خواد بعد یکی پاند شدید اومد تو بگیم نه خیلی که بگیم اینجا در یک قشلاق پیش مسجد
بعد این رفت به شوراباد به نواباد. قیام الدین نظام نفر است که برای یافتن شاعر گمنام 500 سامان جایزه اعلام کرده است. تأخیر نداره میشه. حجویه ما عیزیق نیستیم. ما خرسند نیم که ما میخواستیم اما بیاویم که کی نوشته سمیره. ما گفتیم که امیره بیاویم ما همه کدام باشم باید اون مبلغ مکافاتش میتونم. با گفته قیام الدین کارمند سابق ملیست در یکی از قطعه های این شاعر او و پدرش توصیف شدند. واکنش پدر و پسر به مندرجه حجویات از هم فرق دارد. نسبت من نوشتگی بود که شیشتنهای نظام ها تمام نظام فهمیدی گردن تاوی های قیام ها ماشین رانی های امام ها میبینی رزق میشم این نظام ها تمام میشینه تمام تاوی چلای بعد تمام گفتم که هم خیلی خیلی راست گفته است من پسته نمیشینم باید که چی میگه یک آدم دیدم مجرف یک آدم گفتم خیلی راست گفتن همین استودیوی نظام فقط میشینه زنکار مردکار میبینی یک کار نداره نگفتیم آخر گردن تاوی ما گردن تاوی نبیتیم آخر نشته من درانی که استاخانه علمخان مکانی جمعشوی مردمی ده است. او میداند که چرا میخواهند مؤلف را پیدا کنند. 40-50 کس نوشته که مثلا 100 کس نوشته 100 کس نوشته که همین 100 کس لذت کرده بوده یک کیس است خیلی آدم نوشته یک کم طرف دوستاش یک یوم درکش نوشته است. علمخان از قهرمانان قطعه حجوی است. به قول او آنچه شاعر گفته است انعکاس واقعیت های خواجه غلطان است. استاد نمره گردی قدم جونکنی و اسلام این جونکنش خیلی که امجا سیل اومده با سیل وای برای در سیل اگر خواهم او خونش ندانم کش غیرت خد که خواست بیارمونه که هم سیل نزنه. مردم میگویند این شاعر از دیان هاست چون که کسی دیگر با این جزئیات حیات خواجه غلطان را نمیداند. آنها به ملیسه و اداره امنیت ناحیه شمس‌الدین شاهین برای پیدا کردن این حجوینگار گمنام مراجعت کردند اما تا حال پاسخ نگرفتند. و در شهر ریاض عربستان سعودی داوران از میان اسب‌های کم نظیر ذات عربی زیباترین را انتخاب کردند. ضمناً در اسب‌پروری معاصر اسب‌های عربی برای بهتر کردن صفت دیگر ذات‌ها استفاده می‌شوند و در مزایده‌ها همیشه خریداران خود را پیدا می‌کنند. در گزارش نوبتی با جلوی این جانورین ناتکرار نظر می‌کنه. در پایتخت عربستان سعودی نمایش 3 روزه اسب‌های ذات عربی برگزار شد. در این سبقت حدود 300 اسب شرکت داشت. نیمجزیره عربستان مکان اسب‌های بی‌نظیر است که در جهان معروفند. داور مسابقه نبیله العلی میگوید توجه به این نوع اسب‌ها در خود شاهیگری نیز همیشه زیاد بود و حالا باز بیشتر شده است. با گفته او شمار توی‌ها و بیتل‌های از 1 ساله بالا از افزایش سالانه سرشمار این جانور در عربستان سعودی و هم توجه دولت مردان به پرورش اسب‌ها دلالت می‌دهد. رهبر سیزخانه الخلیدیه مطلق ابن مشرف میگوید شاهیگری در اسب پروری رکورد میگذارد. حالا در کشور 8000 اسب پرور ثبت شده است. هر سال تا 3000 تویچه به دنیا می آید. در گذشته نه چندان دور ایالات متحده آمریکا در جای یکم قرار داشت. حالا عربستان سعودی پیش گذشت. به اندیشه نبیله العلی اسب‌های عربی در جهان نظیر ندارند. آنها صاحب صفت‌های می باشند که در ذات‌های دیگر دیده نمی شوند. از جمله از نظر تاباوری، موشک‌های پرقوت، سینه وسیع و گردن دراز این اسب‌ها به همتا بودند. در سبقت داوران زیبایی اسب‌ها را از روی نو، پای، گردن، طرز حرکت و جلوی پوست بها می‌دهند. مقام اول را در مسابقه بیتل سیاه با نام دلال ام از سیزخانه شاهزاده فهد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالرحمن السعود صاحب شد. در پی حفریاتی که سال 2011 در جده انجام شد، دلیل‌های ثابت کننده پیدا شد که ساکنان نیم جزیره عربی هنوز 9000 سال پیش به اسب پروری مشغول بودند. اگر میخواهید خبر گزارش‌های از این بیشتر رو پیدا نمایید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاستیک و توییتر و اینستاگرام برای شماست. نوارهای ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب پخش میشه. تشکر برای همراهی. وقت و نگهدار.